بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان خوش استاد محترم. این ویدیو بخش دوم کارخانگی سوم است و میخوایم در رابطه با ورکفلوی دیتا ساینس در کوارتو بحث کنم. اولا کوارتو چیست؟ کوارتو را میتونیم بگوییم یک ابزار تقریبا جدید است که یک ریسرچر یا دیتا آنالیست یا دیتا ساینتیست را برش این قابلیت میده که تمام ریپورت که نیاز داره بسازه را فقط در یک پروگرام بسازه. تا فعلا وقتی که یک ریسرچر میخواه یک تحقیق انجام بده، مجبور است که اول مثلا دیتای خود در یک پلتفرم مثل اکسل یا SPSS تحلیل کنه، بعدا در یک پلتفرم دیگه بر از او جدول و گراف بسازه و تکستش باید در پلتفرم مثل مایکروسافت ورد نشته کنه. پس یعنی 3 و 4 ابزار و اپلیکیشن مختلف ضرورت داره تا بتونه امو ریپورت و تحقیق خود تکمیل بسازه. کسایی که کوارتو را ساختن میخوان تمام این مراحل را از بین ببرن و بر امو ریسرچر یا دیتا ساینتیستی قابلیت بدن که تمام ریسرچ خود را فقط در یک صفحه و در یک برنامه انجام بده. یعنی چی؟ یعنی من میتونم در کوارتو هم تکست نوشته کنم، هم کد خود نوشته کنم، هم جدول بسازم، هم گراف بسازم و هم گراف های مختلف بسازم و ریپورت و ریسرچ خود تکمیل کنم که هم وقت کمتر را میگیره و هم افیشنسی ما را بالا میبره به عنوان یک ریسرچر. خب ما میخواهیم که تمام ورکفلوی دیتا ساینس را یا حداقل تا جایی که من یاد دارم در کوارتو نشان بدم و توسط یک مثال یا یک تحقیق فرضی که خودم انجام دادیم توسطش همو یک ورکفلوی ساده یا همو یک کار ساده که میشه همراه کوارتو انجام داد را نشان بدم. خب ما یک تحقیق انجام دادیم و تایتلش است که The Impact of Gaming Hours on Learning Performance، تأثیرات بازی های کامپیوتری بالای قوه یادگیری. آیا میتونه باعث افزایش شوه؟ آیا کاهش میده؟ و آیا هیچ ارتباط به هم ندارن؟ خب وقتی میخوایم یک ریپورت بسازم معلوم دار است که اول باید اینترودکشن نوشته کنم و در صفحه کوارتو فقط نیاز است ما این کار را به شکل انجام بدم. یعنی از پاوند ساین استفاده میکنیم به خاطر از اینکه هدینگ بگذاریم. پس یک پاوند ساین تایپ کردیم و بعد از تایپ کردیم اینترودکشن. پس این تایتل هم است، یعنی بعد از تایتل هم هدینگ اول هم اینترودکشن هست که نظر به بقیه تکست کلانتر می باشه. بعد از اون ریسرچ کوشن خود را نوشته کردیم و ما 2 بار پاوند ساین گذاشتیم، چون 2 پاوند ساین یعنی هدینگ 2 یا هم به این معنی است که ریسرچ کوشن زیر مجموعه اینترودکشن قرار داره. و همچنین میتونم 3 پاوند ساین بگذارم و به همین ترتیب ادامه بدم و هدینگ 3 و 4 و 5 نوشته کنم. خب و همچنین باید بگوییم که پاوند ساین فقط به این خاطر استفاده نمیشه در کوارتو. وقت داخل یک کد چنگ جایی که من کد خود نوشته میکنم ما پاوند ساین بگذارم، این کاملا یک معنای متفاوت داره و این معنایی را به خود میگیره که در تمام پروگرامینگ لنگویج ها همین میباشه. در همه پروگرامینگ لنگویج ها به شمول آر وقت پاوند ساین در داخل کد گذاشته میشه، این برای کامپیوتر میگه که این بخش مربوط تو نیست و این فقط یک رفرنس است برای خود این کس که کد نوشته میکنه. یعنی چی؟ وقتی من حتی کد نوشته کنم بعد از علامه پاوند ساین، کامپیوتر شناسایی نمیتونه و نمیخونه و او کد را اجرا نمیکنه و فقط بر رفرنس است که بعدا
برای خود ریسرچر بسیار مفید تمام میشن. مثلا ما تحقیق انجام دادیم و ما اگر 5 سال بعد بیایم و تحقیق خود ببینم، شاید ما فراموش کرده باشم که چرا ما بعض کودها را به این شکل نوشتیم، و این کامنت ها به ما کمک میکنن که ما هر کار که انجام دادیم دوباره به یاد بیارم. یا حتی اگر منی و یک شخص دیگه میایه و تحقیق مرا میبینه، به هر اندازه که من کامنت زیادتر داده باشم و معلومات زیادتر داده باشم، او ریسرچر خوبتر میتونه که دلایل پشت سر کدهای مرا بفهمه. مثلا من حال یک کد نوشته میکنم که خب ما نوشتیم و ما در کامنت خود میگم که ما از چت جی پی تی استفاده کردیم تا بعض از کدها را نوشته کنم، بعض از کدها را تایپ کنم، اما نه تمامشان. خب بعد از مرحله خب بعد از اینکه اینترودکشن گفتیم و ریسرچ کوشن خود مطرح کردیم، مثلا ریسرچ کوشن ما هست Does the number of gaming hours per week affect learning performance؟ ما یک فرضی صفری و فرضی متناوب یا آلترناتیو هم برش دارم که هر دوش تایپ کردیم و فکر کنم خب این موضوع گیمینگ که بوده تقریبا مشابه به همی یک موضوع بود، مشابه به همی در وقت که من امتحان توفل می دادم در یکی از لسننگاه آمده بود برم 2 سال پیش و همو کم کم یادم مانده بود و خواستم ریسرچ خود در همی مورد بگیرم. البته باید بگویم که دیتایی که ما استفاده کردیم واقعی نیست و رندوم جنریت شده توسط چت جی پی تی و و فقط ایره به خاطر انجام دادیم تا ورکفلوی دیتا ساینس را بتانم خوبتر نشان بدم در کوردو. خب ما اول لایبرری تایدیورس را وارد سشن کاری خود ساختیم. تایدیورس یک پکیج است که در آر استودیو وجود داره و یک پکیج بسیار بزرگ و مهم است. پکیج های مختلف مثل جی تی پلات 2 و دیتا ست تاییدی شده و بعض پکیج های مهم دیگه است که همراه خود داره. به همین ترتیب ما ادامه دادیم، اعداد خود را گذاشتیم، آیدی دادیم برای هر کدامش و همین رقم به کد نوشتن کدها ادامه دادیم. بعد از اینکه دیتای خود را امپورت کردم میرسیم به مرحله دیتا کلینینگ و کلینینگ دیتا را انجام دادیم و همین رقم که میبینین تمامش در یک صفحه و در کوارتو انجام شده. خب ما بیشتر به جزئیات نمیپردازم چون همیال وقت ویدیو خیلی زیاد شده. بعد از مرحله تایید کردن دیتا، اگر دیتای ما زیاد نیاز به کلینینگ نداشت چون دیتای مسنگ یا هیچی نداشتیم، دیتای ما منظم بود. بعد از اون میرسیم به مرحله دیتا ترانسفورمیشن که دیگر دیتا آنالیسیس شروع شده و ما کار همراه دیتا را شروع کردیم و میخوایم به یک نتیجه معقول برسیم. بعد از او به خاطر از اینکه خوبتر نتایج خود نشان داد بتیم میتونیم که ویژوالایز بکنیم، ویژوالایزیشن انجام بدیم از دیتای خود و گراف بسازیم. مثلا ما یک اسکاتر پلات ساختیم که در اسکاتر پلات خود من نشان دادیم که لرنینگ هاورز و گیمینگ هاورز و لرنینگ سکور چقدر به یکدیگر ارتباط دارن و بعدا ما مدلینگ را هم شروع کردم. در مدلینگ ما از لینیر ریگرشن استفاده کردیم و که نتیجه که ما به دست آوردیم که حالا نشان میتونم در بعد از رندرینگ نتیجه مثبت بود. یعنی نتیجه که ما به دست آوردم این بود که به هر اندازه که
یک شاگرد گیم زیادتر بزنه و بازی های کامپیوتری بیشتر بازی کنه، به همون اندازه نمرهش یا اسکورشون بلندتر میشه. حالی گپ ما چقدر درست هست یعنی نمیفهمم، چون دیتای ما درست نیست، اما بعد از اینکه رندرینگ انجام بدیم، خب اگر ایرور وجود داشته باشد در یکی از کدهای ما، کانسولی رو بر ما میگه و ما باید ایرور خود را برطرف کنیم تا بتانیم ریپورت خود را کامل به دست بیاریم. ریپورت ما فعلا به شکل فایل HTML جنریت شده و همین رقم که میبینین هدینگ هایم و تکستم و کودی که نوشته کردم وجود داره و چارت که ساخته بودم، تیبل که ساخته بودم و اسکاتر پلات که ما ساخته بودم تمامش وجود دارن و ریپورت ما تکمیل شده و نتایجی که میخواستیم به دست آمده. خب این بود تمام ورک فلوی که ما میخواستم نشان بدم همراهش و کار که ما انجام دادیم شاید تا فقط 1% یا 2% از قابلیت های باشه که آریا و کوارتو قابلیت انجامش دارن. کوارتو یک ابزار خیلی قدرتمند است و کار را میتونه بسیار آسان تر بسازه. و تشکر از توجهتان و امید دارم که من خوب توضیح داده باشم.